آیا ائمه حجت الهی اند؟ کسی باید باشد در هر عصر که کلام او مثل کلام رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که وقتی حرف زد معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم در دست بود، فضائل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وجود. کسی باشد که عصمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشته باشد. هم وقتی این بود عذر بر همه مردم تمام، هیچ کسی نمیتونه عذری بیاره، بهانه‌ای بیاره و حجت خدا بر خلایق تمام. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند رافضی ائمه را موصوف به صفاتی می نماید که مختص پیامبران علیهم السلام می باشد و حجت الهی را در تداوم ائمه می دانند. در حقیقت آخوندان رافضی به ختم نبوت ایمان ندارند و امامت را در تداوم و تکامل نبوت می دانند. به همین خاطر امامان را معصوم و عالم الغیب دانسته و آنها را بر انبیا علیهم السلام برتری می دهند و حجت الهی می نامند. ما از این آخوندان می پرسیم اگر ائمه در هر عصر حجت الهی هستند، پس چرا الله متعال فرموده است که بعد از انبیا حجتی وجود ندارد؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی مژده‌رسان و بیم دهنده برانگیختیم تا مردم پس از ارسال پیامبران حجتی در برابر الله نداشته باشند و الله غالب با حکمت است. و چرا از ائمه در این آیه و آیات دیگر نامی برده نشده است؟ و اگر واقعا حجت الهی تمام نشده و ادامه دارد و همه تعالیم به بشر نرسیده، پس چرا الله متعال خبر از تکمیل دین داده و فرموده است اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. و الله متعال رستگاری و راهیابی انسان را فقط در پیروی از قرآن کریم و هدایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دانسته و می‌فرماید فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. پس کسانی که به او ایمان آورند و او را یاری نمایند و حمایتش کنند و از نوری که همراه وی فرو فرستاده شده است پیروی کنند، آنان رستگارانند. بگو ای مردم، من فرستاده الله به سوی همگی شما هستم، آن اللهی که فرمان روای آسمان ها و زمین است، هیچ معبود به حقی جز او نیست، او زنده می کند و می میراند. پس به الله و پیامبرش ایمان بیاورید، آن پیامبر درس نخوانده ای که به الله و سخنهایش ایمان دارد و از او پیروی کنید تا هدایت شوید. در این آیات نیز هیچ ذکری از ائمه به میان نیامده است و تنها راه رستگاری پیروی از فرامین الله و دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوانده شده است.